نشر تصاویر تازه از محفل نامزدی زهرا الهام، هنرمند جوان افغان. زهرا الهام با کی نامزد شده است؟ افشای حقایق و رازهای پشت پرده زندگی زهرا الهام که هرگز باور نخواهید کرد این دختر خانم جوان در کشور استرالیا مصروف چی کار باری است، دلیل دوری وی از هنر موسیقی چیست و گفته‌های تازه خانواده زهرا الهام درباره‌اش. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام سلامتی نثار تک تک از شما دوزاران نهایت ترجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال باشید. زهرا الهام، هنرمند جذاب، محبوب و مطرح افغان، یکی از چهره‌های شناخته شده و سلبریتی در میان هنرمندان افغانستان بوده است و اولین دختر خانم افغانی بود که توانست در برنامه ستاره افغان تلویزیون طلوع مقام اول را از آن خود کند. زهرا الهام کارهای هنر موسیقیش را خارق‌العاده و خیلی خوب برگزار می‌کرد. وی توانست کنسرت‌های در داخل و خارج از کشور برگزار کند. علاقه‌مندان و طرفداران زهرا الهام از مرزهای افغانستان عبور کرده بود. این دختر خانم جوان بعد از تحولات سیاسی حاکم در افغانستان به کشور استرالیا با برادرش پناهنده شد. در کشور استرالیا هم موجی از حمایت‌های گسترده از افغانان را داشت و آهنگ‌های بیشماری می‌سرود و همچنان کنسرت‌های برای دوستداران و طرفدارانش برگزار می‌کرد. تازه تصاویر زهرا الهام در صفحات مجازی درس کرده است که این دختر خانم جوان در کشور استرالیا نامزد شده است، اما تاکنون معلوم نیست نامزد زهرا الهام کیست و در کجاست. ولی من آرزوی خوشبختی، موفقیت و سعادت برای زهرا الهام با جمعی از جوانان کشور از بارگاه عزت الله تمنا دارم. دوستان و همراهان نهایت ترجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان زهرا الهام به اشتراک بگذارید. برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درود دیگر تک تک از شما نازنینان نهایت ترجمند کانال دنیا اینفو را به الله منان امانت گذاشته شاد و موفق کامیاب باشید.